قاضی از این مرد میپرسه که آیا شرم نمیکنی، دزدی میکنی؟ این مرد میگه بله شرم میکنم، اما مجبور بودم، چیکار کنم؟ به این پول ما رفتم نان خریدم، خودم خوردم و برای کودکام موردم تا از گرسنگی نمریم. قاضی از جاش میخیزه، کلاهش از سرش میگیره، اولین شده خودش 50 آی را در داخل کلاهش میگذاره و از تمام اشتراک کننده مرافعه سعودی خواهش میکنه که به این مرد کمک کنند. در مجموع تقریبا 450-500 آی را میشود. نزد این مرد میآید، این 450 آی را در دست این مرد میتیه و از این مرد بسیار هم بخشش میپرسه و به سوی این مرد میگه که وظیفه ما شما را زندان کردن نیست. وظیفه ما اونایی که شما را به این حال آوردن اونا را زندان کردن است، اونا را به دادگاه کشیدن است، شما را نه. شما را به خدا قسم اگر این قاضی تاجیکستان بیاید، در وزارتخانه ها، در کمیته ها، در تمام استرکتور ما یگان نفر پیدا میشه و که در آزادی بگرده. با امیدی نابوده این ناامیدی ها خدا یار و یاورتان.